چند روز قبل یک رئیس جمهور سفری داشتن به رشتون زمین و از ناحیه های این وادی دیدن کردن، از طویلدره، نورآباد و خب رشتون زمین و صحنه های از قبل آماده شده و بدون اون که منفعتی برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد و جز ضرر و زیان چیزی دیگری ندارند انجام میدهد و میتوان یک مسخره بازی به راه میاندازد در این وادی و برمیگردد به پایتخت. بنده که نیز از این وادی هستم، از ناحیه نورآباد، و وقتی که میبینم این مردم، خب مردم کشور، مردم عزیز کشور اینقدر حقیر کرده میشوند، اینقدر خوار و ذلیل میشوند و یک نفر چی کاری که بخواهد انجام میدهد، یک نفری که هیچ ارزشی ندارد، هیچ کاری هم برای این ملت انجام نداده است، فقط کارش این ملت را تحقیر کردن، این ملت را خب بی ارزش کردن است. واقعا دل انسان می سوزد، دل یک انسانی آزاده و بیدار می سوزد و دیگر نمیتواند چی کار کند، چی بگوید. به هر حال باید کاری کرد. هر نفری تاجیک این اندیشه امیدوارم که در ذهنش هست، باید کاری کرد از این بدبختی، از این حقارت، از این ذلت پیشگیری شود و مردم کشور باید بدانند که اونها مردمی هستند که شایسته نه چنین زندگی هستند. شایسته است برای آنها که یک زندگی آزاد، یک زندگی پیشرفته، آرام و آسوده در سایه قانون داشته باشند. حرفشان را هر جایی که خواستند بزنند، خب قانون اونها را حمایت کند و حتی بتوانند رهبر کشور را مجبور کنند که در نزد اونها حسابات بدهد. رهبر کشور در نزد اونها بزانو بزند، نه اینکه مردم در نزد رهبر کشور بزانو بزنند. واقعا وقتی آن رسیده است که مردم باید دنبال این زندگی باشند. واقعا این نفر کسی نیست، هر یک نفری تاجیک میداند این نفر کسی نیست. این نفر با ضرب زور، با قوه و نیرو دارد مردم را اینقدر به این حال آورده است. اگر یک انتخابات آزاد و دموکراتی صورت بگیرد، من باور کامل دارم که یک معلم عادی، یک کارگر عادی، یک دکتر عادی اگر در کنار این گذاشته شود، مردم به نفع اون شخص آواز میدهند. ولی چیکار کنیم که این بدبخت که این بدبختی ملت ما است که این نفر توانسته با ترس دادن مردم، با جای کردن خوف در قلب مردم، این حکومتداریش رو پیش میبرد. مردم رو میکشد، مردم رو زندانی میکند، مردم رو مجبور میکند کشور رو ترک کنند و این استبداد، این ظلم و ستم خود را دوام میدهد. روز به روز قدری ملت و مردم و کشور و دولت رو به زمین میزند و فرعونیت خود را میبرد بالا. باید مردم دیگر وظیفه دار است، هر یک شهروند، هم شرعاً، هم از نگاه شریعت که اکثر مردم مسلمان هستند و هم از نگاه یک انسان آزاد، یک انسان که باید پیش راه این حقارت و این ذلت را بگیرد. چون اگر یک انسان نتواند آزاد زندگی کند، نتواند آزادی خود را تامین کند، دیگر انسانیت او زیر سوال می رود. چون که آزادی یک اصل اساسی در وجود انسان است. وقتی که انسان نتواند آزاد باشد، دیگر انسانیت او زیر سوال می رود. وقتی که در زمانهای گذشته همگان میدونیم غلامداری، کنیزداری رایج بود و خوشبختانه آهسته آهسته این از بین رفت و در زمان ما شاید این چیز در جای وجود نداشته باشد. در اون زمان چون که این چیز واقعیت اون زمان بود و دیگر
باید که در رابطه با اون دانشمندان دینی و دانشمندان یک نظرهای باید احکام نظرهای می داشتن. دانشمندان فقهی اسلامی خب در اون زمان غلام و کنیز رو همچون متاع و مال می دونستن، همچون متاع و مال می دونستن، حکمی مال رو داشتن. اگرچه انسان هستن ولی غلام و کنیز که هستن حکمی در تجارت در معاملات حکمی مال متاع رو دارن. حالا وقتی که به این چیز نظر میکنیم و دقت میکنیم که برای چی مثلا دانشمندان غلام رو یا کنیز رو با وجودی که انسان است حکم متاع حکم مال میدهند. اینجا به این حقیقت پی میبریم که چون که آزادی از اینها سلب شده است، آزادی از اینها گرفته شده است، اینها آزاد نیستند، غلام هستند، نمیتواند آزادی خود را حفظ کند، دیگر انسان بودن او زیر سوال می رود. چون که خداوند انسان را آزاد آفریده است و هیچ کس حق ندارد انسان دیگر را برده خود کند. ولی بعضی وقت انسان خودش، یک شخص خودش همین چیز را قبول میکند، حتی برای غلامیت خود، برای برده بودن خود کمک میکند. خب یک روایت مشهور از حضرت عمر داریم که در رابطه با والی مصر در زمان خلافت حضرت عمر خطاب کرده میگوید که از کی شما این مردم را بنده خود کرده، در رابطه با یک حادثه اون را سرزنش میکند، حالا که مادران اینها را آزاد آفریده هستند. یعنی وقتی که انسان به دنیا می آید آزاد به دنیا می آید، باید این ارزش را قدرش را بداند و برای نگه داشتن این تلاش کند. چون که وقتی این از بین رفت انسانیت انسان هم از بین می رود. امروز متاسفانه مردم ما، ملتان ما متاسفانه دارند این جوهر آزادی را که اصلی در وجود انسان هست از بین دارن میبرند و راضی هستند که چون یک زندگی حقیرانه داشته باشند. وقتی که این چیز را مشاهده کردم، یک حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله با یادم آمد که رسول خدا میگفتند در اون زمان برای صحابه این حدیث را وقتی که بیان کردن، انسان واقعا با معجزه بودن سخنهای پیامبر صلی الله علیه و آله پی میبرد. گویا که این حاکمان، این رهبران این زمان رو دیدن، خب مردم این زمان رو دیدن، در پیش رو داشتن، میدیدن این مناسبت اینها رو و این حدیث ها رو برای صحابه کرام صلی الله علیه و آله میخواندن و میگفتن و اونها رو توصیه میکردن، این هشدار میدادن. این یک هشدار برای امت است که این زمان ها می آید، چون این رهبران می آید، مردم هم دیگر غیرت و ناموس و عزت و شرف خود را از دست میدهند و دیگر راضی هستند که غلاموار زندگی کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید سیکون من بعدی امراء یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا ایمان بعده. در این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که در زمانهای بعد نه چندان دور حاکمان سری قدرت می آیند که رهبران سری قدرت می آیند که انسان‌های امور اداره مردم را به دست می گیرند که یقولون میگویند چیزهایی را که خود انجام نمیدهند. در حضور مردم، در محفل‌ها، در مجالس، در نشست‌ها، در چنین چاره‌بینی‌ها حرف‌های برای مردم میزنند که اصلاً خود انجام نمیدهد. مثلا ببینید وقتی رئیس جمهور از قانون صحبت میکند، گویا این که یک نفری هست که یک لحظه و یک دقیقه از قانون بیرون پا نمیگذارد، همه را سرزنش میکند، همه را خب سیاست میکند که در کشور قانون هست، باید همه در نزد قانون برابر باشد، از یک شخص عادی و تا پرزیدنت باید همه در اطاعت قانون باشند. ولی
وقتی به عملهای رفتار و کردارش نظر میکنید یک منافق تمام، اصلا قانون برایش ارزش ندارد. قانون رو هر وقت بخواهد زیر پا میکند، هر وقت بخواهد تغییر میدهد، هر وقت بخواهد به فایده خود و خانوادهش عمل میکند. اصلا برایش هیچ ارزشی ندارد قانون. قانون تنها برای کی هست؟ برای مردم هست. وقتی از جنایت در رابطه با جنایت صحبت میکند، جنایتکاران را با موش بزنید، اونها رو فلان کنید، اونها رو خب چه حرفایی نمیزنند نسبت کارمندان حفظ حقوق، اما خودش با چه جنایت‌های دست میزند؟ خودش در مدت حکمرانیش چه جنایت‌های را انجام داده است؟ آشکارا دستور میدهد فلانی زندان شود، فلانی باید کشته شود، فلانی باید بدرغه شود، فلانی باید از منصب دور کرده شود. به در نظر گرفتن قانون چی میگوید؟ به در نظر گرفتن حکم سود این کارها را انجام میدهد. همه چیز با دستور رهبر اول. حتی در خردترین مسئله، ناچیزترین مسئله، مثلا یک ریشی نفری رو میگیرند در کوچه میتراشند، وقتی که اون نفر اعتراض کند که این قانون چی میشود، کجاست، اگر درخواست کند که قانون کنی، اون نفر میگوید که فرمان از بالا است. بالا کی است؟ بالا دیگر هم بالا است. یعنی اینجا اصلا قانون برای رهبر اول هیچ جایگاه و ارزشی ندارد، چون اون فرعون است. هرچی من میخواهم همان میشود، هرچی من میگویم راه درست همان است. وقتی از رشوه‌خواری و کروسیه صحبت میکند، مقامداران را متهم میکند و هر نفری اونها را میخیزاند، میگه من چه چیزهایی نسبت شما میدانم، چه کارهایی نسبت شما میدانم، و یک نام میبرد، در حالی که خودش اونها را به این روز آورده رسانیده است. خودش آنها را به این روز آورده رسانیده است و خود اونها هم میدانند، این کارها را دانسته میکنند و هیچ پروایی ندارند، چون که خود رهبر اول این کارها را انجام میدهد. همه منصب و همه وظیفه با راه رشوه به دست می آیند. رشوه به خانواده رئیس اول، به همسری پرزیدنت، به دختر پرزیدنت، به پسر پرزیدنت، به دادر پرزیدنت، خب به نمیدونم عمه پرزیدنت، به خاله پرزیدنت، به جیان پرزیدنت داده می شود و این منصب ها گرفته می شود. این یک چیز که جای پوشیدگی ندارد. در رأس رشوه خارها خودش قرار میگیرد. این هزارها مثال ها میتوان در این زمینه آورد و همین خاطر پیامبر گفتن چنین رهبرانی میآید حرفهای برای مردم میگویند که خود اصلا انجام نمیدهند. همه گفته هایشان در اکثر سخنانشان دروغ هستند، یا که فریب هستند، یا که تهمت نسبت مردم هستند. همه گناه بالای مردم زده می شود، اما خود انجام نمیدهند. خود پایبند این قانون نیستن، برای چه این حرف را در مجلس و در حضور مردم میزنند؟ چون که با این حرفا اعتماد مردم را به خود جلب کنند و این فرعونیت خود را دوام بدهد. در دو جمله دیگر میفرماد رسول الله صلی الله علیه و سلم و یفعلون ما لا یؤمرون، اما کارهای انجام میدهند، کارهایی را انجام میدهند که اصلا وظیفه اونها نیست. اصلا وظیفه اونها نیست. اگر نظر کنیم به کارهای رئیس جمهور، همه کارهاش بیرون از صلاحیت خود اون هستند. اصلا وظیفه یک رئیس جمهور مگر این است که خب ختنه کردن یک نفر کار داشته باشد، خب تاقی گذاشتن یا که چی طرز نماز خواندن یک نفر کار داشته باشد. خب آیا وظیفه یک رئیس جمهور است که صحبت کند از جشن مولود که در جشن مولود فلانی چند نفر شرکت کرد و چند نفر شرکت کنند، یا که مثلا صحبت کند از خب مسائل خصوصی یک خانواده یک نفر؟ آیا این وظیفه رئیس جمهور است؟ وظیفه یک رهبر کشور، یک حکومت این است که در جامعه عدالت را جاری کند، آزادی مردم را تأمین کند، کار کند که قانون عمل کند در کشور و قانون عمل کننده در کشور حمایت کند حقوق شهروندان را.
آزادی بیان را تأمین کند. این برای مردم جای کار تأمین کند، خب زندگی مردم را تأمین کند. این وظیفه یک رئیس جمهور است. اما وقتی که این راهبران بی‌کفایت و این راهبران ظالم و فرعونمنیش که فکرشان، ذهنشان اصلا به این چیزها نمیگیرد، فقط فکر و ذهنشان در این است که چی کار کنند، چی کارهای انجام بدهد که عمر حکومتشان دراز شود. فقط در فکر این هستند. بار فکر نمیکنند که وظیفه اصلیشان چیست. اصلا این چیزها، آزادی، دموکراتیا، قانون محوری، خب حقوق انسان، اینها رو دشمن خود میدانند. حتی تلاش میکنه که اینها رو از جامعه دور کنند و کسی نتواند از اینها حرف بزند. هر کسی در مورد این چیزها حرف میزند، او رو برعکس خائن، دشمن ملت، دشمن وطن معرفی میکنند، دیگه میبرند زندان یا که از این بدتر او را نابود میکنند. این هست سخن پیامبر صلی الله علیه و آله 1400 سال قبل و این هست حکومتداری امروزه کشور ما. خب پس ما در مقابل این نمود حکومتداران چیکار باید کنیم؟ این نمود رهبران چیکار باید کنیم؟ و طور ساده و عادی پس باید یک شهروند تاجیکستان در مقابل این فرعون چیکار باید کند؟ برای اونهایی که مسلمان هستند، رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرده است شرعاً هر مسلمان کشور خب وظیفه دار است که چیکار انجام بده در مقابل این نمود حاکمان، در مقابل این فرعون. اما اون نفرانی که خب باور به اسلام ندارن، چون تاجیکستان تنها مسلمان نیست، دیگر شهروندانی هستند که باوری به اسلام ندارند، خب دین‌های دیگر را قبول دارند. خب این طبیعی است که در یک کشور هر نمود انسان وجود دارد. اونها هم باید چیکار کنند؟ اونها هم یعنی انسانیت، انسان بودن اونها، همین انسان بودن خودش شخص را مجبور میکند که خاموش ننشیند. یعنی انسان بودن، یک انسان اگر شخص خود را انسان میداند، دیگر نباید در مقابل این فرعون آرام بشیند. چون وقتی که آرام میشیند، خاموشی را اختیار میکند، راضی میشود که مثل برده زندگی کند، زندگی این حقیرانه داشته باشد، دیگر اون انسان نیست. چون گفتیم آزادی، حریت، آزادی یکی از جوهرهای اصلی در وجود انسان است. وقتی انسان آزاد نباشد دیگه اون انسان نیست. یعنی این انسان بودن یک شخص او را مجبور میکند، برای اون واجب میگرداند که در مقابل این گونه حکومت، در مقابل این فرعون آرام ننشیند. اما میگردیم به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب این حدیث ما رو چی میگوید؟ باید چیکار کنیم در مقابل این چنین فرعون ها؟ چون هستن مسلمانانی که متاسفانه از چنین حاکم ها پشتیبانی میکنن، چنین فرعون ها را کمک میکنن برای اینکه ظلم و استبداد خود را دوام بدهند و مردم را به این روز بیرون برسانند. این عمل نادرستی بعضی مسلمان ها، بعضی مسلمان های جاهل، بعضی مسلمان های بدبخت سبب می شود که نفران دانشمندان را وادار میکند به اینکه بگویند و حق هم دارند، بگویند که استبداد، دیکتاتوری زاده اسلام است. هر جا که اسلام بیاید حتما دیکتاتور همراه اون هست، دیکتاتوری همراه اون هست، استبداد همراه اون هست. یعنی این رفتاری مسلمان های بدبخت و جاهل بعضی دانشمندان را، روشنفکران را، ضیاییان را وادار میکند به اینکه این حرف را بزنند و دلیل هم دارند. چون این بدبخت ها میگویند که در مقابل این ظالم باید ساکت کرد، صبر کرد، چیزی نباید گفت. بنابراین
اسلام چی میگوید، اسلام واقعی برای ما چی میگوید، پیامبر چی میگوید برای ما و چیکار کنیم در این مقابله این نمود خب فرعون ها. میتوان گفت در این مسئله مسلمانان به 3 گروه تقسیم میشوند. برای ساده شدن این موضوع اگر اینها رو بیان کنیم خوب است، اگرچه صحبت طولانی می شود. یک گروه رفتن به طرف افراط، زیاده روی کردن در این مسائل زیاده روی کردن. یک گروه دیگه به تفرید راه دادن، اصلا کوتاهی کردن، به نهایت این مسئله کوتاهی کردن. میماند گروهی معتدل و راه راست و راه درست. در اینجا هر 3 گروه را بیان میکنیم با تکیه به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگه هر انسانی آزاده، هر شخصی عاقل خودش ببیند و اختیار کند که راه درست کدام است. در این مسئله از رسول خدا صلی الله علیه و سلم 2 نمود حدیث روایت شده است. در یک روایات آمده است که خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگویند که این حدیثی که ما خواندیم، این حدیثی که ما میخوانیم و داریم تشریح میکنیم که در مقابل چنین فرعون ها ایستادن را از واجبات میداند. برای مسلمان واجب و فرض است که در مقابل اینها بایستد. در روایات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که بعد من خب امیرهایی می آیند ستکون امرا فتعرفون و تنکرون. خب کارهای خوب انجام میدهند، کارهایی رو از نگاه خود خوب میگویند برای مردم و کارهایی رو بد میگویند. یعنی امیرهایی میگویند که از پیش خود میخواهند چیزی رو خوب معرفی کنند و میخواهند چیزی رو بد معرفی کنند. میآیند یک کار خوب رو بد میگویند، یک کار بد رو خوب میگویند. این چنین رهبران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آینده ظهور میکنند. خب رسول خدا میگه فمن عرف برئ و من انکر اسلم ولکن من رضی و تبع. خب این حدیث رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کردن. بعد در ادامه حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن که پس وقتی که این کارها را انجام میدهند ما چیکار کنیم؟ فلا نقاتلهم، آیا سلاح برداریم با اینها بجنگیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن لا اذا ما صلوا، نه تو وقتی که اینها نماز میخونن. در روایات مثلا اومده است که صبر، در این وضعیت صبر کنید. خب این یک حدیث، این یک روایات و روایات دیگر حدیثی که ما داریم تشریح میکنیم. در این حدیث ببینید در آخر حدیث از رسول خدا سوال میکنن که ما با اینها دست بگیران بنشویم، از زور سلاح کار بگیریم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیکار میکنن؟ معن میکنن. خب یک گروه مردم از این روایات استفاده میکنن، و تمام انواع مبارزه با فرعون ها رو شرعا معن میکنن. مگر جایز نیست در هیچ صورت با فرعون ها، با دیکتاتوران مبارزه کرد، حتی انتقاد کرد. در حالی که در آخر حدیث چی گفته است؟ در حال حدیث با پیامبر صلی الله علیه و آله که از پیامبر صلی الله علیه و آله افلا نقاتلهم، اینجا مبارزه مسلحانه منظور است. یک گروه از مسلمانان آمدن بر اساس این روایات همه انواع مبارزه با فرعون ها را منع کردند که اینها در این زمان معروف هستند با سلفی های مدخلی که واقعا یک مصیبت و یک بدبختی برای ملت مسلمان در عموم برای مردم شدند. گروهی دیگر زیاده روی کردند و این گونه رهبران و امیرها را که عمل و
احکام شرعی نمیکنن گفتن، حکم شریعت رو در جامعه تطبیق نمیکنن، با مردم ظلم میکنن، اینها رو چی میکنن؟ حکم به کفر میکنن، کافر میگوین. حتی همه دو منصبدارانی که در این حکومت هستند اونها رو کافر میگوین، حتی کارکنی عادی این حکومت رو کافر میگوین و مبارزه مسلحانه با سلاح مبارزه بردن جایز میدونن، حتی کشتن اینها را واجب میدونن. این دو گروه یکی زیاده روی میکنن، خب میگوین که اینها باید، اینها کافر هستند، اینها فلان هستند، اینها باید حتما کشته شوند. یک گروه دیگر چی میگوین؟ باید صبر کرد، خاموش ایستاد، اینها اولو الامر هستند، اینها رهبر هستند، اینها حق دارند که این کارها رو انجام بدهند. خب میماند راهی معتدل، راهی میانه چی است؟ دانشمندان اسلامی چونین این دو روایات رو با هم تطبیق میدهند. وقتی که در اصول حدیث هست که دو حدیث در ظاهر با هم مخالفت میکنند، چند راه برای استفاده از این احادیث محدثین بیان کردند. اولین راه این تطابق، مطابقت، توافق بین احادیث است. چون اون روایت شده است باید مورد استفاده قرار بگیرد. بعدا اگر نتونستیم در اینها توافق ایجاد کنیم، بعدا میریم دنبال دیگر راههایی که در اصول حدیث بیان شده است. در اینجا چنین مطابقت ایجاد کردن گفتن دانشمندان اسلامی حتما هست. وقتی به همین احادیث خوب دقت شود، در همین احادیث همه بیان شده است که چی کار باید کرد. خب در حدیثی که معنی میکند مبارزه بردن با این نمود حاکمان و رهبران رو، در اونجا منظور با اتفاقی اهل سنت و جماعت که اهل سنت و جماعت اتفاق دارند در این چیز، این مبارزه مسلحانه است. افلا نقاتلهم، میپرسن از پیامبر باز میدارد افلا نقاتلهم، پیامبر چیکار میکنه؟ میگه نه، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانستند که این مبارزه مسلحانه در قبال این نمود رهبران در مقابل یک دیکتاتور، یک فرعون، این بدبختی بیشتر میآورد، ضررش بیشتر است از اون چیزی که حاضر دارد انجام میگیرد. چون میدانستند که برای یک دیکتاتور، یک فرعون، انسان هیچ ارزشی ندارد. اگر انسان ارزش میداشت برای یک فرعون و یک دیکتاتور، هیچ وقت حقوقهای او را پایمال نمیکرد، آزادی او را از او نمیگرفت، سلب نمیکرد، اون قدر اون را تحقیر نمیکرد. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله این را میدانستند، از این چیز باز میدارند، چون میدانند که وقتی که در قبال اینها سلاح کشیده شود، اینها بدبخت ها برای حفظ قدرت و منصب و حکومتشان هزارها بلکه صدها هزار انسان را هم میکشند و پروایی هم ندارند. در تاریخ اینها زیاد دیده شدند و حالا هم دیده میشوند. حتی نوزادان رو، کودکان رو هم به قتل میرسانند. این طبیعت یک فرعون است، طبیعت یک دیکتاتور است. و این خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله میدونستند و از این کار منع کردند. و اهل سنت و جماعت اتفاق دارند که در این صورت مبارزه مسلحانه شرعاً جایز نیست. اما در روایاتی که در اون روایات آمده است، که روایاتی که ما داریم، حدیثی که ما میخونیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت من جاهدهم بیدی فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانی فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبی فهو مؤمن. در این روایات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن در مقابل چنین حاکمانی ستمگر و دیکتاتور، هر انسانی که با دستش مبارزه میکند
اون مؤمن هست. ببین حتی واجب میدونه در این روایت که باید در مقابل این ستمگر ایستاد، در مقابل این ظالم ایستاد، چون که دارد انسانیت تو را از تو میگیرد. فمن جاهد بیده فهو مؤمن. پس منظور از مبارزه با دست اینجا چیست؟ اینجا منظور از مبارزه با دست مبارزه مسالمت آمیز است، یعنی مبارزه که در اون سلاح استفاده نشود، مبارزه که در اون سلاح استفاده نشود. حتی در همون احادیثی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معن میکنن مبارزه با مبارزه مسلحانه رو، این چیز اشارتا هست. مثلا مبارزه مسلحانه چه خیل که در زمان معاصر چگونه است؟ مثل تظاهرات، میتینگ ها، راهپیمایی ها، دست به اعتصاب زدن ها، این نمود مبارزه ها هست مسالمت آمیز و نباید در این مبارزه ها از خشونت کار گرفته شود، نباید راه داده شود که در اینجا از سلاح کار گرفته شود، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشونت و استفاده از سلاح را ممنوع قرار دادند، حرام است، ناجایز است. باید طرز این راهپیمایی ها و تظاهرات ها اداره شوند که در آن خشونت نباشد، در آن ویرانکاری نباشد و در آن استفاده سلاح نباشد، چون که اگر خشونت جای دارد، جای گرفت، اگر استفاده سلاح جای گرفت، باز هم به فایده اون فرعون ها و دیکتاتورها می شود، بهانه به دست آنها داده می شود، آنها سراسر مردم را می کشند. و این خاطر منظور از مبارزه مسالمت آمیز این است. شاید نفران اینجا اعتراض کنند که خب شرعاً جایز نیست تظاهرات، حتی هستن این سلفی های مدخلی که ما میگوییم، سلفی ها در عموم این نمود مبارزه ها را میگویند شرعاً جایز نیست و این برمیگردد به مشکلی برمیگردد به سوی فهم اونها، فهم نادرست اونها نسبت مقاصد اسلامی و نسبت آیه های قرآنی و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در وقتی مناسب صحبت خواهم کرد در رابطه با تظاهرات یا اعتراض های دست جمعانه از نگاه شریعت. خب پس در درجه اول باید چیکار کرد؟ ایستادگری کرد، اعتراض کرد، از حقوق خود دفاع کرد، مردم را سرجم کرد و در مقابل این فرعون ها باید ایستاد. همان گونه‌ای که حضرت موسی کرد، همان گونه‌ای که مثلا دیگر مظلومان در طول زمان کردن و فرعون ها، دیکتاتورها را از بین بردن. فقط مبارزه مسالمت آمیز. در ادامه حدیث می‌فرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. در مرحله دوم اگر نتوانستی این کار انجام بدهی، از عهده‌اش نبرآمدی، توانش را نداشتی که باید انجام بدهی، اگر توانش را داری، شرایطش هست، انجام نمیدهی، گناهکار میشوی. اگر شرایطی انجام دادنی مرحله اول هست، شرایط تظاهرات هست، مردم آماده هستند، باید تظاهرات کرد، باید خوب اعتصاب کرد، اما این کار نمی شود، همه این مردم گناهکار می شوند. در درجه دوم ایستاد مبارزه زبانی، باید با زبان حتما کاری کرد. با زبان چی کار کرده می شود؟ از ظلم و ستم اونها گفته می شود، از بی‌قانونی اونها گفته می شود، از جنایت های اونها گفته می شود، از مظلومیت مردم گفته می شود که در این زمانه این رسانه اطلاعات، مبارزه اطلاعاتی راهی مؤثر برای این هستند. حتی در بین مردم باید گفت، مردم رو بیدار کرد. این امروزه اکثر ما این کار رو میتونیم انجام داده، اما متاسفانه باز هم انجام نمیدهیم که در زیر وعید خداوند داخل میشیم، گناهکار میشیم شرعاً. باید این کار رو انجام بدهیم.
در مرحله بعدی می ایستد و من جاهدهم بقلبی فهو مؤمن. و هر کی با قلبش اینها را بد میبیند، راضی از این حکومت نیست، اون هم مؤمن است ولیکن ایمان ضعیف دارد، ایمانش نهایت ضعیف است. این هم از نگاه اگر انسانی بگیریم این هم انسان هست اما انسانیت ضعیف دارد آهسته آهسته انسانیتش رو از دست میدهد. در دیگر احادیث آمده است که و من رضیه و تابعه، هر کی از این حاکمان راضی شود، راضی باشد از چنین طرز زندگی بدبختانه حقیرانه، راضی باشد و از اونها پیروی کند، از این فرعون از این دیکتاتور پیروی کند، این عقوبت و عذاب بالایش می آید. اما من عرف و انکر، و هر کی بداند که این ظالم است، بداند که این کار نادرست میکند، و من عرف بریه، کسی که بداند که این کار نادرست میکند، راضی نیست از این نوع حکومت اما کاری از دستش نمیآید، همین مبارزه قلبی است، قلبا این کارا بد میبیند. و انکر اسلمه، این کار کند، حتی این کار قلبی هم کند، این یک ایمانش وجود دارد، حالا انسانیتش از بین نرفته است. اما و من رضیه و تابعه، کسی از چنین نوع حکومتداری، از چنین نوع کشورداری و از چنین رهبر، از چنین دیکتاتور و فرعون راضی هست و حتی پیروی میکند، لا ایمان بعده، دیگر اون شخص ایمان ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله میگوید، یا از نگاه اگر انسانی بگویم، اون دیگر انسانیتش از بین میرود، دیگر اون جایگاه انسانیت رو از دست میدهد، چون وقتی آزادیش سلب میشود دیگر اون انسانیتش رو از دست میدهد. این فرق اساسی که از فرق‌های اساسی بین انسان و دیگر موجودات این آزاد بودن انسان است. وقتی که این آزادی رو از دست میدهد دیگر انسان بودنش رو از دست میدهد. این هست حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس هر جا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مبارزه منع کرده اند، منظور مبارزه مسلحانه است که جایز نیست، و هر جا که امر کردن و واجب دانستن در هر روایتی که باید مبارزه کرده شود، منظور چی است؟ مبارزه مسلحانه است. پس در این مقطع از زمان هر شهروندی تاجیکستان، هر انسانی آزاده باید خودش فکر کند که چیکار باید کند. یا انسانیت خود را حفظ میکند. حفظ کردن انسانیت با کدام راه است؟ یعنی تواند با دست مبارزه میکند، تظاهرات ها برای میاندازد، احتراز میکند، تواند با زبان، نتواند با قلب، بعد میبیند. اگر این سه چیز نباشد دیگه انسانیتش را از دست میدهد. باید دیگر هر انسان خودش اختیار میکند، کسی حق ندارد کسی را مجبور کند برای این. دیگر اختیار در دست خود ماست که میخوایم همچون انسان زندگی کنیم آزاد، یا میخوایم همچون برده و غلام زندگی کنیم. کسی حق ندارد نفر دیگر را برای اختیاری نوع زندگی مجبور کند. پس هر انسان میداند اختیارش که در مقابل این حکومت، این رژیم و این ظالم چیکار باید کند. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نگاه شرعاً هم برای ما مسلمانان بیان کرده است که ما باید چیکار کنیم. اما متاسفانه هستند نفرانی که اینها را کمک میکنند. هم این گروه افراطی، گروهی که باید اینها را کشت، میگویند باید
با سلاح با اینها مبارزه بود. اینها هم برای دوام قدرت و فرعونیت این نمود حکومتداران کمک میکنند. هم اینهایی هم که باید میگن سکوت کنی، صبر کنی، اونها رهبر هستند، اولو امر هستند. یعنی این دو گروه سبب میشوند که چنین حکومت ها در جامعه ها با وجود بیایند. باید مردم چگونه که در کشورهای دموکراتی هست حقوقهای خود را طلب کنند بدون خشونت، بدون استفاده سلاح، خب مجبور کنند که این دیکتاتور، این رژیم از سر قدرت برود و یک حکومت دموکراتی، حکومت آزاد که تمام مردم کشور در اون زندگی آسوده، آرام، آزاد داشته باشند. شاید هم اینجا باز هم نفرانی پیدا شدند که با گفتن این حرف بنده را حکم به کفر کنند، چون علاقه نفرانی پیدا شدن و بعد از صحبت رئیس حزب نهضت تاجیکستان محیدین کبیری او را حکم به کفر کردند، چون که اون طرفدار حکومت دموکراتی است. مرا هم این چیز حتما این حرف برای من صدا هم میدهد و من آماده هستم و حتما صحبت خواهم کرد در این چیز. من آشکارا میگویم که در این زمان، در این وقت، در عصر 21 این یگانه راهی که ما میتوانیم مردم کشور را سرجم کنیم، این رژیم را به زانو در بیاریم، این است که ما همگی دنبال ایجاد یک کشور دموکراتی آزاد و حقوق بنیاد باشیم. و من با یک دانشمندی، یک کارشناس اسلامی، دانشمندی علوم اسلامی، با این هیچ مخالفت بین دموکراتیا و شریعت اسلامی نمیبینم و در وقتی مناسب اگر لازم شود در این مورد هم صحبت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.